بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درسی تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام دهیم. موضوع امروزه ما مد لازم. مد لازم به دو قسم تقسیم می شود. یکم مد لازم کلمی، یعنی این مد در کلمه ها واقع می گردد. دویم مد لازم حرفی، یعنی این مد در حرف ها واقع می گردد. یکم مد لازم کلمی. سبب مد لازم کلمی تشدید و یا ساکن می باشد که پس از حرف های مد می آید. تعریف مد لازم کلمی: اگر بعد از حرفهای مد حرف با تشدید یا با ساکن آید، در این صورت مد لازم کلمی می شود و مقدار 6 حرکت کشیده خواندنش واجب است. مثال ها را ببینید دوستان. بعد از حرف مد در اینجا تشدید آمد، در بالای حرف لم 6 حرکت حرف مد را کشیده می خوانیم. در اینجا بعد از حرف مد ساکن آمد، 6 حرکت کشیده می خوانیم. مثال واو، در اینجا هم مثال الف است یکم و هم مثال واو است دویم. فی الله وقد هدان. ببینید دوستان، بعد از الف تشدید آمد، در اینجا مد لازم شد، 6 حرکت الف را کشیدیم و بعد از واو نیز تشدید آمد، اینجا نیز مد لازم شد، 6 حرکت کشیدیم. تحاجونی فی الله وقد هدان. زیرنویس را میخونیم. این مد این چونین به مثقل، وزنین و مخفف سبک تقسیم می شود. مثقل: اگر در کلمه بعد از حرف مد ادغام آید، حرف با تشدید آید، مثال در کلمه الضالین، ببینید دوستان که حرف لام در اینجا ادغام می شود و خواندنش وزنین است. مخفف: اگر در کلمه بعد از حرف مد ادغام نآید، حرف به تشدید آید، مثال در کلمه الان که ادغام نآمده است و خواندنش سبک است. خلاصه اگر بعد از حرف مد تشدید آید، چون این ادغام است و خواندنش وزنین است، به این سبب آن را مثقل گفتند، یعنی وزنین. و اگر بعد از حرف مد سکون آید، چون در اینجا ادغام نیست، آن را مخفف یعنی سبک گفتند. دوام دهیم. مد لازم حرفی. حرف‌های بعضی از سوره ها می باشند که در آیت یکم آمدند. تعریف مد لازم حرفی: مد لازم حرفی مد می باشد که در اولی بعضی از سوره ها واقع می گردد و این حرف ها با نامهایشان مقدار 6 حرکت کشیده خوانده می شوند. در بالای آنها خطی ناهموار آمده است. هنگام خواندن مثال‌های این مد به 4 چیز اهمیت دادن ضرور است. یکم، حرفی که مد نمی شود. این حرف الف می باشد که تنها مقدار 1 حرکت کشیده خوانده می شود. مثال الف، ببینید در بالایش خطی ناهموار نیست. الف می خونیم تمام. الف لام میم. لام و میم را 6 حرکت کشیده خواندیم. دویم، حرفی که به مقدار 2 حرکت کشیده خوانده می شود، در بالایش خطی ناهموار نیست. مثال تا، در اینجا حرف تا، ببینید دوستان در بالایش خطی ناهموار نیست، به این سبب ما آن را تنها 2 حرکت می کشیم. تا و سین و میم را باشد 6 حرکت می کشیم. طاسیم میم. سیوم، حرفایی که به مقدار 6 حرکت کشیده خوانده می شوند،
در بالایشان خطی ناهموار موجود هست. بجز حرف عین که مقدار 4 و 6 حرکت کشیده خوانده می شود مد لین می باشد. مثال دوستان ببینید. در اینجا حرف عین ممکن است 4 حرکت کشیم یا 6 حرکت و همه باقی مانده حرفایی که در بالایشان خطی ناهموار است 6 حرکت می کشیم. مثال كاف ها يا عين صاد. چهارم، این چنین در وقت تلاوت این مثالها قاعده های ادغام، اخفا، قلقله و تفخیم و ترقیق باید عملی شود. مثالها ببینید دوستان. ادغام حرف نون به حرف میم. وقتی که ما سین و میم را میخوانیم در آخری حرف سین نون است و حرف نون به حرف میم روبرو شد، در اینجا ادغام می شود. مثال طاسیم میم. دوم، ادغام میم به میم. در اینجا الف لام لام میم، یعنی حرف لام به میم تمام می شود، لام، و بعد از آن حرف میم می آید. وقتی که دو حرف میم روبرو شد در اینجا نیز ادغام می شود. مثال الف لام میم. و سیوم، اخفای نون پیش از حرف صاد و قلقله در حرف دال. ببینید دوستان، اخفای حرف نون پیش از حرف صاد. عین، حرف عین آخران حرفش نون است و بعد از حرف نون حرف صاد آمد، در اینجا اخفا می شود. مثال كاف ها يا عين صاد. ببینید دوستان، بعد از حرف نون عین حرف صاد آمد، در اینجا اخفا می شود. عین صاد. و در آخر قلقله در حرف دال. این مد نیز به مثقل یعنی وزنین و مخفف سبک تقسیم می شود. مثقل اگر در کلمه بعد از حرف مد ادغام آید. مثال الف لام میم که بین دو حرف میم ادغام است. مخفف اگر در کلمه بعد از حرف مد ادغام نآید. مثال حمیم که بعد از حرف مد ادغام نآمده است. مثال های مد لازمی حرفی که در اولی بعضی سوره ها می آیند. اینجا سوره ها دوستان ببینید. بیایید اکنون مثال ها رو می خوانیم. ناگفته نماند که آن حرف هایی که در بالایشان خطی ناهموار است آنها را به مقدار 6 حرکت کشیده می خوانیم. مثال یکم: بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الف لام میم. الف لام میم را. حمیم. یاسین. طاسین. طاسیم میم. الف لام میم صاد. طه. قاف. نون. صاد. حمیم. عین. سین. قاف. كاف ها يا عين
علامت‌های قرآنی مد لازم کلمی اینها می باشند. یکم، در بالای حرف مد خطی ناهموار آمده است. دوم، بعد از حرف مد حرف با تشدید یا با ساکن آمده است. علامت‌های قرآنی مد لازم حرفی اینها می باشند. یکم، این حرف‌ها تنها در اولی بعضی از سوره ها می آیند. دوم، در بالای این حرف‌ها خطی ناهموار آمده است. ایضاح: تنها آن حرفی که در بالایش خطی ناهموار آمده است به مقدار 6 حرکت کشیده خوانده می شود و آن حرفایی که در بالایشان خطی ناهموار نیست به مقدار 6 حرکت کشیده خوانده نمی شوند. سپارش: در آیت‌های زیر مثال‌های مد لازم را یابید. بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا جاءت الصاخة. کلمه صاخه ببینید دوستان، بعد از حرف الف تشدید آمد، در اینجا مد لازم می شود. به مقدار 6 حرکت الف را داشته می خوانیم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. مثال دوم: الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین. الان ببینید دوستان، در اینجا بعد از الف سکون آمد در بالای حرف لام، در اینجا مدی لازم می شود. 6 حرکت داشته می خونیم. کافها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. در اینجا دوستان مثال های مدی لازمی حرفی است که در اولی سوره مریم آمد. حرف کاف را، حرف عین و صاد را به مقدار 6 حرکت کشیده می خوانیم. حرف ه و ی باشد به مقدار 2 حرکت کشیده می خوانیم. سوال ها برای سنجش. یکم، مد لازم به چند قسم تقسیم می شود؟ دوم، مد لازم کلمه را شرح دهید. سیوم، مد لازم حرفی را شرح دهید. چهارم، علامت های مد لازم کلمه و حرفی کدام هایند؟ وظیفه خانگی: سوره نازعات آیت های 32 تا 35 را و سوره یوسف آیت 51 و این چنین سوره بقره آیت 1 تا 5 را نوشته همه قاعده های گذشته را یافته علامت گذاری کنید. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.